بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به کل بینندگان گرامی اینستاگرام، تیک توک، یوتیوب، فیسبوک. امروز با برنامه جدید با استاد پژوهشگر و تحقیقگر آقای انصاف علی هدایت از فرزندان ملت ترک آذربایجان که همیشه صفحه پخش مستقیم اخبار و اطلاعات عمومی در رابطه با ملل غیر فارس، اهواز و ملت ترک آذربایجان و جهان را در پشت صحنه داشتند. امروز هم شرفیابمون کردن که در رابطه با یک امر مهم جهانی در واقع برای بینندگان صحبت خواهد کرد. مسئله انتخابات چه در عموم جغرافیای موسوم به ایران و در عهد قدیم و عهود مختلف تا جایی هست که انسان‌ها این برنامه انسانی، برابری و حقوق همگانی را استفاده کردن در عصور قدیم و عصور جدید. همینطور که میدونید ایشان پژوهشگر و من حقیقتا اون را به عنوان دانشمند معرفی میکنم. انشاءالله امروز مثل برنامه‌های سابق بتونیم از زوایای حقوقی، مدنی و کل مرتبط به مسائل انتخابات چه در جغرافیای موسوم به ایران چه در دنیا با ایشون صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید آقای هدایت. بسیار بسیار متشکرم. من هم خدمت شما و بینندگان در هر کجا هستند و در هر زمان و در هر مکانی هستند بسیار بسیار سپاسگزارم که لطف میکنن، گوش میکنن، تماشا میکنن و بر همشون سلام میفرستم. دستتون در نکنه. البته ما شروع میکنیم از وضعیت انتخابات با همین عنوان. آقای هدایت، انتخابات یعنی چی؟ انتخاب یعنی چی؟ با این جمله شروع میکنیم. خب از جای بسیار زیبایی شروع کردید. واقعا این رو تبریک میگم بهتون، برای اینکه ما در سرزمینی که به نام ایران نامیده میشه مشکل فهم معنی دقیق کلمات از نگاه ملت هامون داریم. انتخابات چیست؟ انتخاب تحمیل اراده فرد به دولت هست یا تحمیل اراده خودت هست. در هر چیزی که میخوای اون رو بگیری. یعنی شما برای خرید میرید، یه خانم میره آقا بازار خرید بکنه، میوه خرید بکنه، لباس خرید بکنه، برای بچهش، برای خودش، برای شوهرش، برای مهموناش، هر چی میخواد خرید بکنه. میره از میان مجموعه‌ای که جلوی چشمش هست یک چیزهایی رو بر اساس اراده خودش، بر اساس توانایی خودش، بر اساس جیب خودش، بر اساس پول و مقدار ثروتی که دستش هست میتونه هزینه بکنه، اون اراده خودش اعمال میکنه. انتخابات یعنی قدرت اعمال اراده. بفرمایید. بله. خب پس ما الان شاهد انواع و اقسام انتخابات، ما از جغرافیای موسوم به ایران شروع میکنیم، بعد منتقل میشیم به نمونه های دیگر در جهان. آیا الان که داره رخ میفته حداقل در این 50 سال، نمیگیم 100 سال، 50 سال، چون در اون عهد پهلوی هم انتخابات بود با همین شکل، آیا واقعا این انتخاباتی الان که داره رخ میده واقعا مطابقت میکنه با خواسته یک فرد، یک شخص، یک ملت هست؟ میدونیم همه که در جغرافیای موسوم به ایران کثیر الملت، بیش از 10 تا ملت بزرگ مثل ملت ترک آذربایجان، بلوچ، کرد، عرب و الی آخره. آیا واقعا این انتخاباتی که الان داره رخ میده واقعا با خواسته این ملل هست، مردم هست یا شخص هست؟ به نظر شما میتونید برای بینندگان تعریف کنید آقای هدایت؟ ببینید،
برای اینکه ببینیم انتخابات درسته غلطه یا انتخابات میشه نمیشه، این رو باید با ملاک هایی، با مترهایی، با استانداردهایی بسنجید. همین اولیش اینه که آیا شما به عنوان یک فرد اراده خودتون رو به دولت اعمال میکنید؟ آیا عرب ها، کرد ها، بلوچ ها، قشقایی ها، لر ها، گیلکی ها، مازنی ها، تالشی ها، کرد ها، شیعه ها، سنی ها، یهودی ها، ارمنی ها و اراده خودشون رو به دولت تحمیل میکنن؟ آیا دولت اراده شما رو به رسمیت میشناسه؟ آیا شما رو قبول میکنه؟ این اولین ملاک هست. یعنی شما باید بدونید که من برای چی انتخاب میکنم. برای اینکه حالا تو ایران اینو میگن آقا شما انتخاب میکنید که در سرنوشت کشور سهیم باشید. خب ببینیم که این سهیم شدن چگونه باید باشه. سهیم شدن بر اینه که من بگم آقا، ترک بگه آقا من میخوام زبان رسمی من ترکی باشه، عرب بگه میخوام زبان من رسمی من عربی باشه، من نمیخوام فارسی رو بخونم، من نمیخوام عربی رو بخونم، من نمیخوام ترکی رو هر کسی میخواد زبان خودش رو بخونه. حالا یکی میاد میگه آقا من میخوام یه زبان چینی هم بخونم. چه ربطی به ایران داره؟ چه ربطی با حاکمیت داره؟ این اعمال ارادی من هست به عنوان ملت ترک، به عنوان ملت عرب، به عنوان ملت بلوچ، به عنوان ملت ترکمن، به عنوان ملت قشقایی، به عنوان لر، بختیاری ولی این وجود نداره. یعنی شما ارادتون در دولت تأثیری نداره هیچ. آیا بپرسیم آیا ملت وقتی انتخاب میکنن در سرنوشت خودشون و دولت تأثیری دارن، مشارکت میکنن؟ مثلا آیا شما در دشمنی با آمریکا دولت ایران گوش میکنه که شما میخواید دشمن آمریکا بشید یا نه؟ آیا ملت ایران، ملل در ایران این اجازه رو به دولت ایران میدن که به نام ترک ها، به نام عرب ها، به نام بلوچ ها و دیگران پول و ثروت ما رو به تروریسم اختصاص بدن؟ آیا شما این اجازه رو به دولت ایران میدید که سرمایه های شما رو، سرزمین شما رو تخریب بکنن، دریاچه های شما رو از بین ببرن، نفت شما رو از بین ببرن، کورهای شما رو از بین ببرن، رودخانه های شما رو به جای اینکه مصرف خودتون بشه ببرن به اصفهان؟ آیا اینها برای اینها از شما اجازه میگیرن؟ شما آیا این اجازه رو، این مشارکت رو به اونها میدید؟ چرا تمامی کارخانه های آب که برای تولید هر کیلو آهن و فولاد و مس و روی و هر چی که دیگه هستش صدها متر مکعب آب مصرف میشه رو در اصفهان و یزد و کاشان و سمنان قرار میدن و اون وقت به شما اجازه نمیدن که برای نخلهای خودتون آب ببرید، برای ما اجازه نمیدن که دریاچه‌مون زنده بمونه. ما هیچ مشارکتی پس در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و زبان و تمدن اونجا نداریم با رأی دادن. خب یکی از چیزهایی که هستش اینه که آقا ما رأی میدیم، نتیجهش چیه؟ جناب ابو نزال، نتیجه‌ای که 50 سال در جمهوری اسلامی و 55 سال در دوره شاه پدر و پسر رأی دادن این ملت ها، مثلا رأی دادن. اولا اینکه رأی دادن یا نه، این که مسئله است، این رأی هست یا نه. دومی که چه نتیجه‌ای داشته؟ آیا دموکراتیک‌تر شدیم؟ آیا این سیستم سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی، اینها مردمی‌تر شد یا در دست یه عده خاص متمرکز شد؟ آیا به تجمیع مافیا منجر شد؟ آیا به پیدایش مافیاهای طلا و نفت و سیگار و واردات و صادرات و شکر و جنگل و درخت و چوب و الکل و اینها منجر شد؟ تریاک و مواد مخدر منجر شد؟ یا نه منجر شد به اینکه شما حقوق داشته باشید، شما آزادی داشته باشید، شما رادیو تلویزیون داشته باشید، شما حزب داشته باشید، شما با جهان در ارتباط باشید؟ نه، نشد. نتیجه، یعنی نتیجه انتخابات چی هست؟
یکی دیگه اینه که ما با آقای ابونظار، علم عبارت است از مجموعه خوب و بد، مورد قبول و مورد رد زندگی. شما وقتی زندگی میکنید یه تجربه هایی داری که خوبه، ازش راضی هستید، به دردتون میخوره. یه تجربه هایی هستید که شکست خوردید، ازش راضی نیستید، به بچه هاتون هم میگید آقا من شکست خوردم، شما نرید تجربه نکنید، چون حتما به شکست منجر میشه. خب آقا ما 8 سال در این مملکت رأی به اصطلاح داده شده، ملت رفتن رأی دادن، تعطیل رسمی هم شده و انگشتم زدیم و فلان و خب چه درسی ازش گرفتیم؟ ما درسی که ازش گرفتیم چیه؟ یعنی آیا درس گرفتیم که خب به رفاه ما افزوده میشه، ما هر روز رفاهمون بهتر میشه؟ ارزونی نه، نگیم ارزونی، ولی درآمدمون میتونه کفاف زندگیمونو بده. آیا درآمد ما میتونه هزینه های ما رو تامین بکنه؟ اگه نمیتونه خب ما باید درس بگیریم. این تجربه باید 100 سال تجربه هست. بله. من بینابین اگه اجازه بدید بنده من از این نماینده ها که خود را عرب میدونن، ترک میدونن، لور میدونن، قشقایی میدونن، بلوچ میدونن، آیا واقعا اینها چیزی که ملت هاشون میخوان ارائه میدن، یا اگه ارائه بدن نظام میذاره یا نمیذاره عملا؟ جناب ابونظار، کاش من تخته سفیدم رو اینجا گذاشته بودم و اون ماژیک رو آورده بودم براتون قانون اساسی ایران رو رسم می‌کردم، بر اساس رسم نه بر اساس صحبت. در قانون اساسی ایران ملت حق انتخاب نداره. حق انتخاب به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اولا قانون اساسی ایران و قوانین عادیش، قانون انتخابات مثلا، اومده انتخابات رو طبقه کرده، به طبقه منحصر کرده. در تاریخ هم میدونید، حالا بعدا صحبت میکنیم اگه بپرسید، در تاریخ هم انتخابات حق ملت نبوده، حق یه طبقات خاصی با امتیازات خاصی بوده. در ایران همین شعوبیه فارس مجوسی امروزی هم انتخابات حق یک طبقه خاصه. چه کسایی هستن؟ اول اینو مشخص میکنیم چه کسایی هستن، بعد سوالتون اگه از یادم رفت بپرسید. یک، کسایی که حداقل باید دارای لیسانس باشن، یعنی یک طبقه تحصیل کرده. پس اونایی که تحصیل نکردن، تاجر باشه، مهندسی، متخصص یه چیزی باشه ولی لیسانس نداشته باشه، این دیگه نمیتونه شرکت بکنه. تجربه داشته باشه ولی نمیتونه. دوم اینکه حداقل تو حوزه علمیه تحصیلاتی کرده باشن، یعنی منحصر میشه به ملاها. سوم اینکه حداقل باید تو سیستم اداری دولتی ایران تجربه حقوقی داشته باشن. لیسانس نداره. مثلا چیکار کردن در دوره اوایل انقلاب؟ یه چنین شرایطی وجود نداشت. بعد این نماینده هایی که میرفتن دیپلم، زیر دیپلم بودن، میرفتن اونجا، بعد یه قانون تصویب کردن، گفتن آقا ما 4 سال تو مجلس قانون تصویب کردیم، حقوقدان حساب میشیم. این حساب نمیشن، اینا حقوقدان نیستن، ولی گفتن آقا ما حقوقدان حساب میشیم، به ما اجازه بدید که شرکت بکنیم در انتخابات. دوباره همون کلاس شد، یعنی طبقه بندی شد. طبقه که قبلا بود اومد گفت آقا من مستقل میشم، حالا من لیسانس ندارم، اوکی، شما 4 سال تجربه من در مجلس دارم یا در دولت دارم، شما اجازه بدید که من برم. این هست. یا در بسیج فراموش نکن. نه بسیج نیست. بسیج جزو چیز نمیشه، سابقه برای مجلس، کاندیداتوری برای مجلس نمیشه. تباد در حوزه علمیه یا در اونجا و یا در دولت، چون بسیج جزو نظامی هستش. نظامی ها حق شرکت دارن، رأی دادن دارن، اما حق این که بخوان کاندید بشن رو ندارن، مگر اینکه 6 ماه قبل یا 8 ماه قبل استعفا بدن. که سپاه پاسداران
از سال 1368 9 یک استراتژی برای خودش انتخاب کرد برای اینکه کل سیستم سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی در ایران رو دستش بگیره و آموزشی رو. اومد یه کاری کرد، گفت از یکی از مراجع، فکر کنم خمینی بود، یه فتوا گرفت و آیت الله منتظری هم، که گفته بودن که قبل از اون فتوا داده بودن استعفا از سپاه پاسداران حرام است. من یادم فتوای آیت الله منتظری که نوشته بود که استعفا از سپاه پاسداران حرام است، ولی بعدا یه فتوا گرفتن که ما میتونیم بنا به مصلحت روز استعفا از سپاه پاسداران استعفا بدیم، انتخاب بشیم به عنوان استاندار، فرماندار، رئیس اداره ها، آموزش و پرورش و اینا، وزیر و وکیل و نماینده مجلس و اینا، و اینها رو در دست بگیریم. لذا شما وقتی در مجلس علیه اسرائیل راهپیمایی میکنن یا مثلا یه چیزی، یه اتفاقی میفته، ایران یه چند تا پاسدار کشته میشن، شما میبینید در مجلس همه اونها لباس نظامی میپوشن، لباس سپاه پاسداران میپوشن، برای اینکه همشون، نمیگم 100%شون، حداقل 90% نمایندگان مجلس که الان در مجلس هستن پاسدارهای استعفا داده هستن. خب اینم از این. اون هم میان برای خودشون از دانشگاه امام صادق و جاهای دیگر و اینها نظامی ها لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکتراهای جعلی. آقا یکی یه روزی، حالا اینو داخل پرانتز بگم، یه روز من تو کانادا هستم، یه روز یکی از طریق تلگرام به هم پیام داد، گفت آقا اگر شما یک دکترا میخواید از دانشگاه‌های معتبر ایران 10 میلیون تومان، صحبت مال 6 سال پیشه، 6-7 سال پیشه، 10 میلیون تومان به من میدید، به ما میدید، 5 میلیونش اول میدید، ما براتون از دانشگاه با مهر دانشگاه، با مهر وزارت علوم، اون لیسانس مربوطه رو براشون میگیریم، یا فوق لیسانس یا دکترا رو براتون میگیریم، و بعد شما کپیشو به شما میفرستیم، اصلشو نه. شما میرید یه وکیل بگیرید، هر کجای دنیا هست، یه وکیل بگیرید بره از وزارت علوم اینو بپرسه که این صحت داره یا نه. این صحتش وقتی تثبیت شد براتون، همه گفتن آقا هیچ تقلبی صورت نگرفته، ما 5 میلیون بعدی شما رو میگیریم، دکتراتون رو بهتون پس میدیم. نگاه. و در ایران سپاه پاسداران، مدیرها، نمایندگان، بسیاری از کسان که من حالا میتونم اسمم ببرم، اینها از این طریق دکترا گرفتن. خب حالا از این بگذاریم. پس انتخاب شدن، حق انتخاب شدن برای مجلس یا شورای نگهبان یا نمیدونم فلان مصلحت نظام و اینها که در دست شما نیست، ولی اینها حق انتخاب شدن به یک طبقه خاصی چیز داره. برمیگردم سوال شما، حالا آیا ملت میتونن انتخاب بکنن؟ نه. قانون اساسی ایران میگه که یه تعدادی که گفتم کیا، طبقه خاصی، کاندیدا میتونن بشن. اون شورای نگهبان قانون اساسی میاد از میان اینها، مثلا فرض بکنید که از الاهواز 2000 نفر کاندیدا شدن، روستاهاشون و شهرهاشون و اینا 2000 نفر کاندیدا شدن که برن نماینده مجلس، 1000 نفر، 100 نفر. از آذربایجان همونقدر. اینا شورای نگهبان میاد همه اینها رو میگیره. نمیگه که اینها اراده کردن نماینده بشه، میگه که من خطکش دارم میذارم اینجا، اینها رو اندازه میگیرم، هر کدوم بلند بودن میبرمشون، هر کدوم من کوتاه بودن میندازمشون، میمونه اون وسط اون چیزایی که من میخوام، استانداردهای من. اون وقت یعنی چی؟ یعنی که من گزینش میکنم بر اساس ملاک‌های خودم، نه بر اساس اراده ملت، و حذف میکنم بر اساس ملاک خودم، اینها رو حذفشون میکنم. اون وقت هر کی موند اونجا میگم ملت، من از الاهواز 100 نفر شرکت کرده بودن، به 5 نفرشون اجازه دادم. آذربایجان 100 نفر شرکت کرده بودن، 4 نفر اجازه دادم. شما حق دارید از این 4 نفر 2 نفر رو انتخاب کنید، 5 نفر 2 نفر رو انتخاب کنید. در حقیقت شما حق انتخاب ندارید. به شما چی میگه؟ میگه آقا در ایران ما
فقط پیکان تولید میکنیم، فقط پژو فقط یه ماشین تولید میکنیم. شما بمیریدم اینه، نمیریدم اینه. یعنی شما حق دیگه ای نداری، شما همینو میخرید. حالا میمیرید بیرون، استاندارد نداره، به من که چه، شما باید اینو بخرید. پس در واقع به این نتیجه میرسیم که این نماینده ها، حتی اون 2 نفر 3 نفر که مورد قبول نظام باشه و به ملت ها معرفی میکنن، اثر چندانی یا اصلا اثری در اراده ندارن. اونها آقای ابونضال، اونها اراده ندارن، چون که خودشون نمیتونن برن بالا. اونا نمیتونن اراده ملت رو، انتخاب کنندگان رو در مجلس اعمال بکنن، به دولت اعمال میکنن. برای همین در این 100 سال گذشته شما میبینید که هیچ تغییری به نفع ملت صورت نگرفته، به نفع دیکتاتوری صورت گرفته. قانون اساسی رو تغییر داد در دوره رفسنجانی، تغییر دادن. چه اتفاقی افتاد؟ ولایت فقیه شد ولایت مطلق فقیه. ببینید در 44 سال گذشته جمهوری اسلامی در قانون اساسیش یه فصلی هستش به نام حقوق ملت. مثلا شکنجه نمیتونید بکنید، اعتراف اجباری نمیتونید بگیرید، بیش از 24 ساعت نمیتونید بدون اعلام کتبی اتهام و جرم، و اون هم با استناد به دلایل مکتوب. نه اینکه شما ادعا بکنید ایشون تجزیه طلبه، نه، شما باید دلیل مکتوب سند بیارید که آقا ایشون جاسوس مثلا اسرائیل. بر اساس چی؟ بر اساس این ویدئو یا بر اساس این نوشته که به مثلا وزارت اطلاعات اسرائیل داده که آقا ایران در فلانجا 100 تا موشک داره. خب مثلا آقای ابونضال، چند تا عرب، حالا شما میگی عرب ها تو حکومت ایران هیچ سهمی ندارن، ولی چند تا عرب میشناسید که ممکنه بدونن که ایران مثلا در الاهواز چند تا موشک داشته باشه، یا مثلا فعالیت اتمی ایران در کجا هست، در کدوم منطقه هست؟ خب هیچ کدوم عرب ها به این دسترسی نه. حتی نمایندگانی که الان امام جمعی که الان اونجا هست به نام عرب یا به نام آذربایجان اونجا در شهرها دارن امام جمعگی میکنن، هیچ کدوم به این اطلاعات دسترسی ندارن، چون اعتماد نداره رژیم به اینها. با آنچه خودش انتخاب کرده بر اساس ملاک‌های خودشه، و اینها هم تلاش میکنن که بیش از پاپ اینها مسیحی هستن، بیش از فارس ها فارسن، ولی هیچ اعتمادی به اینا نیست. نه، اینا نماینده ملت نیستن. اراده ملت رو، عرب رو، ترک رو، بلوچ رو، ترکمن رو، کرد رو، لول رو، گیلک و مازن و تالش و اینها رو، یهودی و مسلمان و اینها رو، شیعه و سنی رو چیز نمی‌کنن، اعمال نمی‌کنن. معذرت می‌خوام، مرحله ایران رو فقط سوال آخر میکنم. پس چرا اینا که ادعا میکنن نمایندن یا میرن خودشون کاندید میکنن، چرا وقتی اراده شخصیشون، اداره ملیشون از دست دادن، هیچ خدمتی یا خدمت گذاری به این ملت ها میکنن، چرا خودشون میرن کاندید میکنن؟ آقای خب یکی از دوستان ما در یکی از شهرهای کوچک آذربایجان شرقی یه ویدیو 3-4 روز پیش منتشر کرد. گفت که آقا یه نفر در یکی از همون شهر، اسم شهر رو میبره، من الان یادم نیست، گفت آقا یه نفر در این شهر هستش، اسمشو مثلا بذاریم علی میکانیک، اسمشو من اینجا میذارم علی میکانیک. این پا شده کاندید شده برای شورای شهر، رفته سخنرانی کرده، گفته مردم ببینید من برای شما نماینده نمیشم. هر کسی نماینده شده تا الان به جیب خودش کار کرده، به نام شما گفته من میرم برای شما خدمت میکنم، کار میکنم، رفته به جیب خودش کار کرده. من برای شما کار نمیکنم، من میرم برای جیبم، من مجردم، زندگیمو نمیتونم تامین بکنم، به من رأی بدید برم من شورا حقوق بگیرم، بتونم ازدواج بکنم، خونه داشته باشم. مردم به این آدم به صداقتش رأی دادن. دقت بکنید، به صداقتش رأی دادن. تو اون شهر رفته میگن حالا این آدمی که میگفت بهتر از بقیه خدمت کرده، بیشتر از بقیه خدمت کرده، ازدواج کرده، زندگی ساخته، خونه گرفته و اینا. آقا اولین چیز اینه که همه در ایران میگن که
کاندیدا که میشن، یه عده میگن آقا من کاندید میشم ببینم میتونم از کشور خارج بشم، به من اجازه میدن، پاسپورت میدن، من جرمی رو به من منتسب کردن یا نه. یه عده به این خاطر. یه عده، اکثریت بقیه میگه آقا چرا اون خورده من نخوردم؟ مگه من دست ندارم، چش ندارم؟ آقا اینجا بخوره منم رأی میگیرم، 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد هزینه میکنم، میرم اونجا 100 میلیارد 200 میلیارد هزاران میلیارد اختلاس میکنم. اینجا مسابقه در ایران، مسابقه مجلس رفتن یا در دولت رفتن یا برای این نیستش که شما خدمت بکنید، به اراده مردم رو به دولت، به سیستم، به قانون تحمیل بکنید، بلکه برای این هستش که ما وارد مافیا بشید یا مافیا بسازید. تو مافیای اتومبیل، تو مافیای کارخونه ها، تو مافیای سد و آب، تو مافیای دارو و درمان، تو مافیاهای دیگر، نمیدونم خیلی خیلی مافیا هست. یکی از اینها وارد حالا عکس اون، خب چرا این مردم یا این ملت ها یا فرزندان این ملل میرن و پشت صندوق میایستن برای اون با این همه تجربه، 100 سال تجربه که این به قول معروف نماینده اصلا به فکر ملت ها نیستن، استفاده برای ملت ها هستن؟ و آیا این شرکت ها چند درصدیه به نظر شما؟ 5% از این مردم شرکت میکنن؟ 10%؟ چقدر یعنی بر مبنای تجربه جناب عالی؟ ببینید چرا ملت میرن رأی میدن، انگوش میزنه نمیدونم. یه عده میگن آقا اسلام، ملاها اسلام رو دارن، من به خاطر اسلام میرم رأی بدم، برای اینکه اون میگه هر کس، خامنه‌ای دیروز پریروز همین 1-2 هفته صحبت کرده، گفته که هر کس در رأیگیری شرکت نکنه کافره. کافره، یه چیزی در همین حدود. یعنی یه عده‌ای که لب مرز مرگ هستن، دارن میمیرن، پیرن، فکرشون کار نمیکنه، تجربه ها براشون مهم نیست، یا اصلا نمیفهمه. فرق نیست، جوونه ولی نمیفهمه. میگه آقا من به خاطر اسلام میرم رأی میدم. یه عده به خاطر این میرن رأی میدن. یه عده میرن، آقا من یادمه 25 سال پیش، 30 سال پیش، ما یکی از فامیلامون بود، حالا اسمشو نمیارم اینجا، الان دکتر پسره، پدرش هم که فوت کرده، اینا در مورد انتخابات میرفتن روزی 20,000 تومان یا نمیدونم برای کلا دوره تبلیغات 20,000 تومان، یادمه یه سال یه دوره 20,000 تومان گرفتن، یه دوره 25,000 تومان گرفتن، هر کدوم تبلیغات میکردن. تمام فامیل و روستاهای اطراف و اینها که تو شهر بودن، اینها رو میگفتن آقا فلانی از ماست، آدم خیلی خوبیه، فلان، رأی بدیم، میره مجلس. از قبیله، از فامیل، از نمیدونم چی دیگه، مصالح ملت یا مصالح دیگران کار ندارن، باشه از فامیل و از آشنا. بله. حالا اجازه بدید اینجا چه اتفاقی افتاد. مثلا ورزگان یکی از مناطق آذربایجان است، گرداغ، ورزگان هم یه بخشی از گرداغ هستش. اینجا 3 تا 4 تا نماینده میده به مجلس. همه اینها هر سال میرن، هر دوره میرن به مردم میگن آقا من برم کار ایجاد میکنم، من برم اجازه نمیدم میس سینجون غارت بشه، من کارخونه های تولید میس رو اینجا میذارم، بچه های خودمون برن اونجا کار بکنن، اینجا که نمیدونم این سموم معدن ها میاد نصیب شما میشه، بیکاریش نصیب شما میشه، خاکش غبارش نصیب شما میشه و شما مجبورید از اینجا کوچ بکنید، زمین های خوب شما رو اینا میگیرن، ما اینها رو جلوشو میگیریم. جالبه تو این 44 سال 10-12 بار همین شعار رو دادن، همین رو ما گول خوردیم، رفتیم رأی دادیم به این آدم های دغل، دوباره رأی دادیم، دوباره رفتن خیانت کردن و ما دوباره رأی دادیم، دوباره خیانت کردن. برای همین گفتم ما از نتیجه چه گرفتیم؟ چرا درس نمیگیریم؟ ما باید درس بگیریم. آقا اینها، این سیستم برای ما نماینده تولید نمیکنه، این نماینده دولته، میره اونجا نماینده هم نیست. ببین نماینده دولت هم نیست، این کارمند میره مجلس برای حقوق خودش تصمیم میگیره، برای مافیا تصمیم میگیره، برای شما من تصمیم نمیگیره. یه مورد دیگه چقدر شرکت میکنن، هر چقدر که از انقلاب داریم دورتر میشیم، میزان شرکت مردم هم کم میشه، حتی اون فریب خورده، حتی مسلمونا. اخیراً ویدئوهایی که از ببینید من یک
یک مناظری در دانشگاه کردستان داشتم قبل از اینکه پنندج داشتم 25 سال پیش 26 سال بعد شاید هم بیشتر داشتم. در اونجا این ارباب کیهان هم اومده بود که الان داره علیه خامنه‌ای حرف میزنه تو کانالای شریعتی شریعتی میگی؟ نه خیر این چیز این ولایتی؟ نه این رئیس کیهان بود، روزنامه کیهان، یکی از سردبیران کیهان بود. الان خیلی تندرو شده و فلان و علیه خامنه‌ای هم حرف میزنه. شریعت مداری فکر کنم. نه خیر این حسین شریف مداری بعدن اومد. اینا جوون هم هست. شریف مداری خیلی پیره، معتاد هم هست، این معتاد نیست. به هر حال اونجا بحث کردیم، منو تهدید کردن، قرار شد من فرار بکنم به تبریز از دستگیر نشم. به این گفتم که اگر من رو بین راه دستگیر کردن تا مثلا 8 ساعت دیگه من زنگ نزدم به شما، لطفاً به هواداراتون خبر بدید، به این دانشجو خبر بدید که من دستگیر شدم. آقا رفت که دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد و رفت اونجا بر علیه ما حرف میزد. حالا اینها نونشون الان در این وره، میبینن که داره تغییر میکنه همه چیز، مردم دارن هر روز اعتراض میکنن، احتمال اینکه فردا کشته بشن خیلی زیاده. حالا دارن این شیطانها سریع خودشون عوض میکنن، برای میان سمت ملت که آقا ما طرف شما بودیم. آقا شما سنگهای زیربنای این رژیم رو ساختید، برای اعدام ها حکم دادید تو روزنامه ها. همین چیزشون، فیلسوفشون، آقای چی هست در تهران اون فیلسوف عبدالکریمی. بله. عبدالکریمی اخیراً فتوای قتل چند تا عرب رو داد. همین چند مدت قبل فیلسوفشون، فیلسوف اسلامیشون. شما اینجا چه انتظاری داری که مثلا یه نماینده‌ای که به خاطر پول رفته که اونجا یه سرمایه بگیره از مافیا، اون بیاد در مجلس از شما بله، ما سعی میکنیم از موضوع وضعیت داخلی حقیقتا غیر متعارف در جغرافیای موسوم سعی میکنیم خارج میشیم، بریم نمونه های دنیا در واقع تا کی اینطوری بوده و کی به مراحل جدید که الان منتقل شده و ما داریم میبینیم خیلی کشورها واقعا این نماینده ها، حالا یا وزرا یا حتی رئیس جمهور، اساسا همینطور که شعار میده در روز روشن اجرا میکنه خدمت به فکر و اندیشه خودش. معذرت میخوام. این ما نمونه داریم در رابطه با این نماینده ها. در واقع فقط آقای هدایت، من یه امر خدمت بینندگان بگم که در واقع این نماینده ها فقط در رابطه با حقوق ملل زیر پا میذارن و نظام اشغالگر رو تایید میکنن با عنوان اینکه نماینده است. حالا ما خیلی میشنویم در برنامه‌های یا تلویزیون و غیره میگن آقا شما که در مجلس شورای اسلامی نماینده دارید، ملت اهواز، ملت ترک، ملت بلوچ در مجلس نماینده داره، پس نظام به حقوق شما پایگذاره. این متاسفانه یکی از مهمترین نقاطی که متاسفانه این نماینده ها و ملت هامون هم نمیدونن، بدبختی، که آقای ایکس نماینده که از اهواز معرف میشه، از آذربایجان معرف میشه، در واقع میره کل سیاست غلط نظام را برای این ملت یا اون ملت تحمیل میکنه به عنوان اینکه آقا من از اهواز آمدم، از بلوچستان آمدم، از آذربایجان آمدم، پس بلاغ شما نماینده دارید اونجا، حتما چیز دارید. آقا ما منتقل میشیم به قسمت نه قبل از اینکه از این بحث بریم، ببینید وقتی شما رأی میدید، هر کسی رأی میده، اون نماینده میره مجلس، اجازه میده که سپاه پاسداران، بسیج، پلیس بیاد تو خیابون، بچه های شما رو بکشه، بچه های دیگران رو بکشه. شما در هر کسی که رأی داده در خون اون خون ریخته شده نقش داری، سهم داری. ممکنه امروز فردا ما از شما نپرسیم، ملت از شما نپرسن چرا رأی دادی و مجازاتت نکنن، اما اگر خدایی باشه
اگر قیامتی باشه، اون وقت اون خدا، اون قیامت، اون عدالت خداوندی انگشت شما رو میگیره، میگه چرا رأی دادی به این آدم بره رأی بده که بیا دختر شما رو تو خیابون، دختر مردم رو بکشه. برای حجاب چقدر از این نماینده ها اومدن تو تلویزیون ایران گفتن آقا ما حجاب نمیخوام، پلیس لبست و بلست و فلان. این همه دختر رو کشتن، این همه مرد رو کشتن، این همه تو مدارس بمب‌های شیمیایی گذاشتن و اینها اومدن این کار کردن. همین دیشب خوندم خبرش رو، قانون حجاب جدید رو تصویب کردن، برای اجرا فرستادن به دولت. اون وقت 40 ساله نه بگیم 25 ساله آذربایجان فریاد میزنه از نماینده هایی که هستش، میخواد آقا این دریاچه ارومیه رو یه قانون 2 سطری ببرید به مجلس، فوریتش بکنید، 2 فوریتش بکنید، دولت رو مجبور بکنید که از بودجه اینجا رو چیز بکنه. اینا نمیدونم به فلان به رئیس جمهور نامه می نویسن، قانون نمیذارن. به رئیس جمهور آقا از دریای عمان آب بکشید بیارید به آذربایجان. آقا سنگ بزرگ علامت نزدن، خودت نفهمی ملت رو نفهم حساب نکن. ببینید ما هر کسی که رأی میده به این حکومت اجازه میده به نام اون فرد بیاد شما رو بکشه، زندانی بکنه، حق شما رو بگیره، شکنجه بکنه، بکشه، خانواده‌تون رو تالان بکنه، اقتصادتون رو تالان بکنه، گرانی رو ببره بالا، افزایش بده تورم رو، اختلاس رو ببره بالا. میلیاردها دلار اختلاس میشه آقای، بودجه بیش از بودجه مملکت اختلاس سالانه در این مملکت، دزدی‌های سالانه در این مملکت. بفرمایید بریم آقا بریم. ازم بزرگتون دستتون درد نکنه در رابطه با همین. واقعا همینطور که جناب علی اشاره کردید، اون که رأی میده یا رأی میگیره در واقع شریک جرم کلیه سیاست‌های ناانسانی. کاندیداها به خصوص کاندیداها نقش بسیار مهمی در اعدام‌ها دارن. برای اینکه شما وقتی کاندیدا میشید دولت میگه ببینید آقا من به پشتیبانی اینها این قانون رو تصویب میکنم، پلیس رو میفرستم خیابون آدم بکشه. بله واقعا خونه و بدبختی، گشنگی، مریضی و همه محرومیت ها در واقع اون که رأی میده و اون که رأی میگیره در واقع شریک هستن. و برعکسی که خامنه‌ای میگه اون که رأی نمیده تو جهنمه یا کافر، نه برعکس، اون که رأی میده و اون که رأی میگیره اون شریک جرمه و در قبال جایگاه خداوند و ائمه و رسول خدا اکیداً محاسبه خواهند شد. ما آقای هدایت، الان ما در جهانی هستیم که حدود 8 میلیارد، بیش از 8 میلیارد بشر توش هست. اکثر این 8 میلیارد حکومت‌های متنوعی دارن، حالا چه در اروپا، در استرالیا و در حتی آفریقا و کشورهای عربی و اسلامی. ما نمونه‌های مختلفی داریم. آیا همچین نمونه ایران هست و این قانونگذار واقعاً به جایی رسیدن که حقوق این نماینده ها یا حقوق این ملت ها را همینطور که ایران زیر پا گذاشته لگدمال کرده، آیا هست در حال حاضر در دنیا آقای هدایت؟ ببینید در هر کجای دنیا، در هر کشوری که ایدئولوژی یا دین رو هم من اینجوری معنی میکنم، ببینید دین رو معنی میکنم، منظور من از دین تفسیر خاصی از افراد خاص، تفسیر خاصی از دین میکنن و این رو میخوان به همه به زور بقبولانند. پس دین چی شد؟ دین عبارت است از تفسیر یک آدم یا یک مجموعه آدم از دین بنابر مصالح، دانش و موقعیت خودشون در اون جامعه و تحمیلش به دیگران. این دیکتاتوری دینیه و ایدئولوژی هست. ایدئولوژی ها هم همینطور. حالا در کجاها بوده؟ در اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشورهای کمونیستی این چیز بوده، این ایدئولوژی، حاکمیت ایدئولوژی بوده و انسان ها حق انتخاب نداشتن. حق انتخاب رو اون ایدئولوژی تحمیل میکرده. در ایران امروز نیست، در کره شمالی نیست، در بعضی از کشورهای دیکتاتوری نیست.
حق اعمال اراده از طرف ملت سلب شده. خب این از این. اما اگر برگردیم یه نگاهی به تاریخ بندازیم، میبینیم که قضیه انتخابات در دنیا خیلی غامض نیست، خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده هست. از نظر فکری خداوند انسان رو مخیر، تو فلسفه اسلامی 2 تا فکر هست در مورد انسان، اراده انسان. آیا انسان مخیر هست، اختیار داره، حق انتخاب داره؟ این یه فلسفه است در اسلام که بعضیا میگن انسان آزاده و مخیره، چون اگر مخیر نباشه خدا نمیتونه از اینها سوال بپرسه، نمیتونه اینها رو مجازات بکنه. یه عده میگن نه، انسان مجبوره، اجباریه، دست خودش نیست. اینها میگن که ما نمیتونیم، حق انتخاب نداریم که از پدر مادری متولد بشیم که مثلا مسلمونه یا مسیحیه، یعنی یکیشو میتونیم، اختیار نداریم انتخاب بکنیم. اون پدر مادر ما هست، یا مسیحی یا مسلمانه یا بیدینه یا بادینه یا کافره یا مؤمنه یا نیست، یا مشروب خوره یا فقیره یا ثروتمنده یا دینداره یا بیدینه، هرچی. ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. همونطور که وقتی ما اراده میکنیم که یه کاری رو انجام بدیم، هزاران نیروی مخالف ما در مقابل ما میسته، اراده ما نمیتونه. مثلا دولت ایران اجازه نمیده ما ارادمون رو اعمال بکنیم. خب کجای اراده ما اراده داریم؟ ما اراده نداریم که. اراده من در مقابل اراده دولت ایران قرار گرفته، اون ارادهش از من بیشتره، پلیس داره، ارتش داره، میاد میگیره میکشه و من ارادم از بین میره. در اسلام این هست. در بعضی از فلاسفه معتقدن که شیعه چی؟ اسلام رو حالا اینجا بیاریم. ببینید، شیعه معتقده که اصلا به انتخاب معتقد نیست. شیعه ابداً به انتخاب معتقد نیست، برای اینکه میگه خداوند رسول الله رو فرستاد و بس، و رسول الله و امام ها رو فرستاد و بس، و حاکمیت از آن رسول الله و امام ها هستش و بس، بقیه مورد قبول نیست. حق انتخاب ندارید، برای اینکه شما نمیتونید به فرمان خدا رو نادیده بگیرید بیاید انتخاب بکنید. اما رسول الله چیکار کرده؟ حضرت رسول چیکار کرده؟ حضرت رسول هیچ کس رو به عنوان نماینده بعد از خودش، ولیعهد بعد از خودش انتخاب نکرده. نگفته که این کس مولا هست منم مولاشم، من مولاشم اینم مولاشه. نه نگفته. این دروغیه که شیعه شعوبیه ساخته. چون اگر قرار بود حضرت محمد یک حدیثی رو بخواد، جهان اسلام این رو قبول میکرد و نمیومد مثلا حضرت عمر و ابوبکر و عثمان و علی و فلان جمع بشن و بیان بگن، و اون سدیفیه بود اگر اشتباه نکنم، سران عربی که در مدینه بودن جمع بشن و بگن که نه آقا، حضرت رسول سهو کرده، فلان کس رو ما، حضرت رسول اینو فرموده، ما حضرت رسول فرمایش قبول نداریم، فلان کس رو انتخاب میکنیم. نه، یه چیزی نبوده. چون که اینا آدم‌های صادقی بودن، در راه اون دین مبارزه می‌کردن، کشته می‌شدن، می‌کشتن. اینها دروغ نمیگن. اما شیعه‌ای که بعداً اومده، خیلی ها حدیث جعلی خیلی ساختن، میلیون ها حدیث جعلی ساختن، یکیش هم همونه که به اسم شیعه. در نتیجه شیعه شعوبیه فارس اعتقاد به دیکتاتوری داره. وقتی قانون اساسی رو تصویب کرد، گفت ولایت مطلق فقیه. آقا این فقیه کارش چیه؟ حد اکثر اینه که یکی از اینها وضو رو میدونه، یکی حیض رو میدونه، یکی نفاس رو میدونه، یکی نمیدونم فلان رو میدونه. یعنی اینها تخصص در اقتصاد و سیاست و مملکتداری و مدیریت آب و برق و پول و تورم اینها ندارن. این حد اکثرش یه متخصصیه مثل یه متخصص دیگر. یعنی خیلی خوب نگاه کنیم، خیلی به اصطلاح چی میگن، خوشبین باشیم. یه آیت الله یه متخصص در زمینه وضو، در زمینه غسل، در زمینه مال امام، در زمینه زکات، در زمینه خمس، در زمینه
به هر حال بعضی از اینها در اسلام وجود نداره، اینها ساختن. ولی باز هم در این زمینه متخصصه. چیکار کنیم؟ و دیگه این نمیتونه جامعه رو اداره بکنه، مدیریت رو اداره بکنه. این هم از نظره. اما در اسلام ببینید، در اسلام انتخابات به مردها مختص بوده، به سران قبایل مختص بوده. بر اینها می اومدن، زنها هیچ نقشی در انتخابات نداشتن. جالبه، نمیدونم چرا زنها به نماز جمعه هم نمیرن. این هم نمیدونم چرا، مثلا چه مشکلی وجود داشته که مثلا زنها به چیز نمیرفتن، در این حال که در دوران حضرت رسول و بعد از اون زنها در جنگ شرکت میکردن. خود همسر حضرت رسول در یکی دو جنگ حضور داشت، فرماندهی میکرد. ولی این نمیدونم چرا بعدن اینجوری شده. حالا انتخابات، اگر شما سوال دارید بفرمایید، یعنی که من ادامه بدم. در رابطه با همین موضوع، یعنی جهانی بودن مراحل تاریخی ملت ها، ما میدونیم خیلی صحبت ها شده در رابطه با انقلاب فرانسه، یعنی تحول جهانی در رابطه با از کلیسا به روش اقتصادی یا انقلاب صنعتی به قول معروف. آیا این مرحله در تاریخ جایگاه انسان، عامه انسان و قضیه انتخابات، آیا این مرحله روش جدیدی جهت مشارکت مردمی در انتخابات رخ داده؟ چون قبلا همینطور که جناب علی در گوشه از صحبتاتون صحبت کردید، در عهد اسلام و قبل از اسلام بر مبنای روش هماهنگی یا اتفاق مابین. آیا در کلیسا هم اکیداً همینطور؟ حتی در زمان امپراتوری که ادعا میکنه امپراتوری فارس ها، انتخابات در حدی که جناب علی اشاره کردید در طبقه بالاست، یعنی فقط سران و نظامیا و الی آخره. آیا این مرحله یا انقلاب فرانسه تأثیری بر حضور مردم به شکل آزاد و انتخابی آیا رخ داد؟ یعنی تحول جدی شد بین ملت ها، بین مردم، بین دنیا؟ ببینید، فارس ها یا حکومت های دیکتاتوری و شاهنشاهی امپراتوری انتخابات نداشتن. انتخابشون در درون خانواده بود. وقتی پدر شاه یا اون امپراتور پدر کشته میشد یا میمرد، فرزندان وزرا جمع میشدن، یکی از اینها رو شاه میکردن و یا این اعضای خانواده پسرها با هم میجنگیدن و یکی خودش رو شاه اعلام میکرد با زور شمشیر و بقیه باید اطاعت میکردن، چون که انتخابی. ولی در میان فارسا هیچ انتخابی وجود نداشت. جالبه حتی زمان تا یه فیلم بازی کرده بودن در مورد ساسانیان، یه خانواده، یه شاه میمیره، 2 تا دختر داره، دختر و پسر داره چند تا. جالبه اینها برای اینکه همدیگر رو بکشن، مثلا شاه اونی که قدرت بیشتر داشت یا سیاسی تر بود، بقیه رو دعوت میکنه خونه خودش، یه حمام درست میکنه، اینا رو میگه آقا بریم خودمون رو بشوریم، بریم بعد میایم چیز میکنیم. همه این خواهرها رو، برادرها رو میکنه داخل اون خزینه، در رو میبنده، آب جوش رو اونجا میریزن، اونجا همه میپزن و اون یکی میاد. البته این یک نوع جنایت در دوره اسلامی هم خیلی انجام شده، در حالا کشتار به شکل دیگری بوده، نمیپختن اینها رو با آب و جوش ولی میکشتن، یعنی سرشون رو میبریدن. این بوده. ولی در میون ترک ها یک تفاوتی با یونان، اسلام، عرب ها داشت. چی بود؟ اون بود حضور زن. درسته که در میان ترک ها هم انتخابات توسط بیگها در فارسی میشه بیگها یا بیها، خانها انجام میشد، اما حضور خانم ها هم ضروری بود. یعنی اون خان با زنش باید اونجا بود.
وقتی هم شاه رو انتخاب میکردن باید زنش هم انتخاب میکردن. یعنی زن نقش دوم رو داشت در انتخاب، مثل معاون شاه بود، مثل معاون اون خانها بود در دنیای توحید. اما مثلا اگه برگردیم یونان، در فلاسفه یونان مثل ارسطو، سقراط و اینا معتقدن که انتخاب یعنی دموکراسی. و دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی انتخاب مردم، انتخاب توسط مردم. این دموکراسی اون مقطع میگه که انتخاب توسط مردهای آزاد، یعنی اونایی که خریداری شدن، نه، اونایی که آزاد دارن، دارای زمین و ثروت، و فقط مردها دارای تحصیلات در اون مقطع، اونم تحصیلات فلسفی باشه، از اونها انتخاب میشن. یعنی دوباره به طبقه خاص حاکم مسلط پولدار زمیندار اختصاص داشته انتخاب. اما بعدن که در اروپا یواش یواش اومدیم رسیدیم به انقلاب فرانسه، این یه مقدار تغییر کرد. یه مقدار اون هم علتش این بود که تکنولوژی چاپ و روزنامه و اینها به میان اومد و اینها میتونستن حالا از طریق روزنامه انتخابات رو بین مردم بذارن. آقا فلانی میخواد کاندید بشه یا هر کس میخواد کاندید بشه، میرفت اونجا روزنامه صحبت میکرد و اینا، مردم اینها رو بشناسن و بیان رای بدن. و فقط مردها. حتی در سوئدی که ما امروز سوئدی که امروز میشناسیم، تا 50 سال پیش زنها حق رای نداشتن. وقتی در تبریز و کردستان دوره پیشه‌وری زنها رای دادن و نماینده مجلس شدن، آقای ابونضال، در اروپا هنوز زنها حق رای نداشتن بسیار از کشورهاشون. ولی خب حقوق ملت، اینکه مردم حق اعمال اراده ملی دارن، در انقلاب فرانسه به رسمیت شناخته شد. با اون کتاب‌هایی که نوشته شده بودن در مورد حقوق ملت، اینها به رسمیت شناخته شدن. تفتیش گواش شد دیگه، از دست اون امپراتور شاه می اومد بیرون، پخش میشد بین مردم، نمایندگان من. این هم چیزی بود که اون انقلاب فرانسه این رو بیشتر چیز کرد، به میان مردم آورد. شما اگه سوال دارید بپرسید، اگر نه من ادامه بدم. نه جناب علی ادامه بدید در رابطه با بحثی که کلی تقریبا در وضعیت اختلاف، آیا در طول بگیم صدها سال در عموم جغرافیای موسوم ایران، چه در عهد قدیم و چه در عهد سده آخر و دنیا همینطور که ما اطلاع داریم و جناب علی گفتید تغییرات کلی داشته در سیستم انتخابات، سیستم دموکراسی، سیستم حقوق ملل. آیا این تغییراتی که در جهان رخ داده در ایران حالی، همون به قول معروف ایران، آیا در این صدها سال تغییری کرده یا همینطور مثل قبل مونده ولی به اصطلاح نمایش تغییر میکنه یا اسم و روش تغییر میکنه؟ پیش آمده. متشکرم. ببینید در دنیای جدید، در 2 قرن گذشته، 200 سال گذشته، انتخابات به خیلی اشکال مختلفی به خودش گرفت در کشورهای مختلف، با ایدئولوژی‌های مختلف، سطح آزادی، سطح رفاه، سطح اقتصاد، سطح انکشاف و تولید، توسعه و تکنولوژی، اینها خیلی درش تاثیر داشت در انتخابات. مثلا ببینید در سوئد و آمریکا، در سوئد و سوئیس و اینجور چیزها، انتخابات یه سبک دیگری است. در آمریکا یه سبک دیگری است. در آمریکا 2 تا حزب اصلی دارن. نماینده ها رو این 2 تا حزب تایید مشخص میکنن. نگاه کنید، مسئله رو، موضوع رو هم اینها تعیین میکنن، افکار رو هم رسانه های اینها شستشوی مغزی میدن، میبرن به اونجا. آقا این مسئله هست، اینم نماینده هاست، اینم راه حل هاست، شما برای حلش یا از اون حزب یا از این حزب انتخاب بکنید. خب در نتیجه در آمریکا هم به نوعی
مدیریت رسانه وجود داره، میدیا، رادیو، تلویزیون، اطلاع، الان هم که این چیزا، اینها به ذهن مخاطبان تأثیر میذارن و هم مسئله رو ایجاد میکنن، هم جواب رو، هم اون کسی که باید این رو حل بکنه رو ایجاد میکنه. ولی شما در مثلا من اخیراً دیدم که یک خانم کرد که از کردهای ایران هم بوده احتمالاً، در یکی از کشورهای اروپایی نماینده مجلس بوده از یک حزبی و این از یک فروشگاهی دزدی کرده، یه چیزی رو دزدیده یا فراموش کرده، من نمیگم حتما دزدیده، احتمالاً فراموش کرده پولشو بده، نمیدونم اون انگیزشو نمیدونیم، ولی اون فیلمی که ازش گذاشتن این خانم این رو میخواسته ببره بیرون بدون که پولش پرداخت بکنه. ببینید این دموکراسی کاری کرد، اون خانم از حزب اخراج شد، از تمامی کارهاش اخراج شد، از نمایندگیش هم اخراج شد، یعنی ایشون باید محاکمه بشه. در ایران این نیست. ببینید یه دموکراسی اونجوری هست، در مقابل یه دموکراسی های دیکتاتوری هستش که میگن آقا انتخابات هست ما دموکراسی هستیم، ولی دیکتاتورن. چه جوری؟ اینها میان تمامی مراحل انتخابات رو مهندسی میکنن، از پیش طراحی میکنن، مثل شطرنج رو میذاره، میگه آقا این آقا باید انتخاب بشه، فلانجا بره، اینم اینجا. ببینید ما تا مشروطه 2-3 تا مجلس داریم در قاجاریه. من با شما هستم. مثلا بله با شما هستم، معذرت میخوام تلفن. نه خواهش میکنم. عرضم بزرگ تا مشروطه ما 2-3 تا تو دولت، تو سیستم دولتی 2-3 تا مجلس کوچولو داریم، مثل کابینه هست، تعدادی وزیر هستن و شاهزادگان. یه مجلسی داریم در دوره ناصرالدین شاه، عبارت است از شاهزاده ها، تحصیل کردگان خارج، ملاهای بالادستی، تجار و ارتشی ها، سران ارتش اگر ارتشی بوده. اینها مجلسی بوده که می اومدن قوانین رو تجزیه تحلیل میکردن. ناصرالدین شاه شهید هم یه نامه نوشته بود به اینجا، یه دستورالعمل داده بود که درها رو باز بذارید بدون بررسی، بدون اینکه بپرسید این آدم کیه میخواد بره داخل، اینا بیان برن داخل، هر نظری هم داشتن اونجا میگن و شما گوش میکنید، اگر هم درست گفتن قبولش میکنید، تبدیلش میکنید به قانون. ببینید ناصرالدین شاه یه چنین مجلسی رو حداقل ایجاد کرده بود که بسیار دموکراتیک‌تر از امروز بود، برای اینکه مردم میتونستن برن داخل اعتراض بکنن و قانون رو تغییر بدن. دموکراسی یعنی این که شما فرصت داشته باشید که اعمال قدرت اراده بکنید. ناصرالدین شاه یه تعدادی رو بدون توجه به سطح سوادشون، فقط با توجه به سطح تجربهشون اجازه داده بود که مجلس برن و اینها رو هم بهشون گفته بود که باید درها باز باشه، مردم بتونن بیان بیرون و اعتراض بکنن یا حرف بزنن و اگر حرفشون درست بود باید به قانون تبدیل بشه. این فکر منجر میشه به مشروطه. مشروطه چی هست؟ دقت بکنید. در مشروطه مجلس اول خیلی جالبه. من قبل از اینکه از ایران خارج بشم روی مشروطه، روی روزنامه‌های قدیمی دوره مشروطه کار میکردم، کار تحقیقی انجام میدادم. جالب، خیلی به چیزهای نابی برخوردم که اینجا به ما نمیگن. اولا در مشروطه میگه که قانون از مجلس انتخابات صنفی هستش، یعنی بازاری ها، زرگرها یه نماینده میفرستن، فرش بافان یه نماینده میفرستن، بناها یه نماینده میفرستن، ملاها یه نماینده میفرستن، نانواها یه نماینده. یعنی ببینید از هر قشری میره اونجا درد اون قشر رو میگه. الان نماینده که میفرستیم مثلا دکتره، اکثرا یا دکترن یا مهندسن تو مجلس. آقا این چه میدونه نانوا مشکلش چیه، قالیباف مشکلش چیه، چشاورز مشکلش چیه؟ عرضم به حضورتون این یادم انداخت کلام جناب علی به اون دیدارهایی که با خمینی میکردن وقت زمان جنگ که احتکاف میکرد، بعد کارگرا و نمیدونم جهادگرا به قول خودشون رو میبردن برای دیدار خمینی.
یه روز کارگرای شهرداری که به در سود که دستپوش شهرداری سبز بود، مشابه با لباسهای خلبانا بود. بعد خمینی که میاد میگه شما خلبانان جان بر کف، انگار که جعفر الطیار هستید. یه امامی هست به اسم جعفر الطیار. جعفر الطیار. اینقدر این نظام از آدمایی که تخصص خودشونو کار نمی کنن بهشون تحویل نمیده. به قول جناب عالی دکتر چی میدونه لحاف دوز چی میخواد یا اون مکانیک چی میخواد، میکانیک بله واقعا کشاورز چی میخواد، نمیدونم زنها چه مشکلی دارن. ببینید ولی اون دموکراسی که مشروطه داشت در ایران وجود نداشت دیگه، بعد از اون وجود نداشت تا احمد شاه وجود داشت. ببینید به مادر احمد شاه توهین میکنن، ببخشید خیلی واضح بگم، میگن فاحشه است. تو روزنامه می نویسن که مادر شاه فاحشه است، امضا هم جمع میکنن که مادر شاه فاحشه است، امضا جمع میکنن. نگاه کنید، مردمی که ندیدن مادر شاه فاحشه هست میرن امضا میکنن، تومار می نویسن که ما دیدیم مادر شاه فاحشه است. شاه چی کار میکنه؟ ببینید چه اتفاقی میفته. شاه میره دادگاه شکایت میکنه که آقا این آدم بیاد ثابت بکنه مادر من فاحشه است یا نیست، یه اتهام زده باید اثبات بکنه. من فکر میکنم که اتهام زده به مادر من باید مجازات بشه. بعد میرن به شاه میگن آقا شما چرا با این آدم این عوضی سر و کله میذارید؟ شاه میاد میگه اوکی من اصلا آقا به خاطر اینکه شاهم از شکایتم میگذرم. اینقدر دموکراسی بوده. یعنی در مقایسه با دموکراسی دنیا حرف نمیزنن، در مقایسه با ایران دارم حرف میزنم. ولی از وقتی که رضا شاه میاد کودتا میکنه، حالا یه مثال تاریخی دیگه هم بزنم. در دوره محمد علی شاه، اولا محمد علی شاه رو میگن که مستبد بود، از اولش هم مخالف مشروطه بود. اینو میگن، اینو تو ایران فارسا نوشتن. جالبه خود مظفرالدین شاه که فرمان تشکیل مجلس رو نوشته از کلمه مشروطه و قانون استفاده نکرد. کسی که لفظ مشروطه رو به قانون افزود محمد علی شاه و محمد علی شاه از اول که در تبریز بود یک مشروطه طلب بود، تا آخرش هم یک مشروطه طلب ماند. چند بار ترورش کردن، یکی بگه آقا اون آدمی که ترور کردن اون رو این آدم گرفته بدون محاکمه کشته، یه نفر یه تاریخ یه سند بذارن. نه اینو نمیبینید شما. اما وقت ببینید در دوره محمد علی شاه که مجلس رو میگن به توپ بسته، حالا اینم من میگم چی اتفاق افتاده، بیش از 160 گروه مسلح در ممالک محروسه و در تهران مستقر بودن، از خارج اروپا و آمریکا سلاح میگرفتن و از خارج سلاح میگرفتن و علیه دولت مشروطه میجنگیدن. و مرکز اینها مجلس بود. ببینید تک تک نمایندگان مجلس در دوره مجلس ارتش درست کرده بودن، مجاهد، اسمش مجاهد بود، مجاهد درست کرده بودن، حقوق میدادن براشون، حقوق میدادن. سلاح، آقا این سلاح از کجا اومده بود؟ این پول رو از کجا می آوردن که اینها با دولت می جنگیدن؟ مجلس شده بود محل کودتا علیه دولت، قانون، مجلس، اراده ملت. دولت چی شد؟ من فکر میکنم که دولت تصمیم گرفت بیاد با این مبارزه بکنه با این وضعیت، ولی روس‌های خیانت کردن. فراماسونری طرف روس به جای اجرای فرمان شاه اومدن مجلس رو به توپ بستن، در حالی که فرمان این بود که برن اینها رو دستگیر بکنن و خلع سلاح بکنن. فرمان دستوری نبود که مجلس رو به توپ ببندن. ولی اون فراماسونری روس تحت امر روس که در مشروطه هم خیلی نقش بسیار بزرگی داشتند، در تمامی ترورها، عملیات بمبگذاری،
شلیک به رهبران مشروطه و فلان نقش داشت طرفداران روسیه در ایران. اینها اومدن شرایط رو آماده کردن برای اینکه این مجلس از بین بره. وقتی رضا شاه هم اومد، رضا کودتاچی هم اومد کودتا کرد، آقا نمایندگان مجلس رو که احمد شاه میگن دیکتاتور مستبد، اون اعدام نکرده بود، زندانی نکرده بود، این اومد همه رو گرفت اعدام کرد. بعضی هاشون رو سرشون رو، ببخشید این تاریخه، سرشون رو تناب بست مثل قاطر، از قاطر الاغ برد آخر، بست به آخر جلوشون یونجه ریخت جلوشون. بعضی هاشون رو بستن، پاهاشون رو بستن به قاطر اسب و کشیدن، از دو پارچه کردن. خیلی هاشون اعدام کردن همون مجلس. و دیگه اون وقت اومدن برای چند سال بعد اومدن برای انجام انتخابات. چی کار کرد؟ تمامی کودتا بود و نظامی‌ها مستقر بودن. در برنامه قبلی شما هم گفتم همه شهرها، روستاها نظامی‌ها رفته بودن، حاکم بودن. اومد چی کار کرد؟ گفتش که مثلا از تبریز فلان کس نماینده خواهد شد، از گرداق فلان کس، فلان خان. آدم‌های خودشو گذاشت و بعد گفت رأی بدید. حالا چجوری رأی میدادن آقای؟ این جالبه. ببینید اولین رأی‌گیری که در ایران انجام گرفته چجوری بود. خان یا ارباب روستا می اومد میگفت که مثلا به آقای حمید باید رأی بدید، به علی باید رأی بدید. همه می اومدن انگوش میزدن، نمیدونستن کیه، کاغذ رو میذاشت این انگوش میرفت تمام. این بود انتخابات. این انتخابات بود فقط مردها، زنها هم نبود. در اغلب موارد هم ارباب روستا بود که رأی میداد، ارباب یا خان روستا بود رأی میداد. در نتیجه از هر جایی که اون آدمی که مشخص کرده بود رضا پالانی، رضا کودتاچی، اون آدم به مجلس رفت و بر اساس اراده اون آدم قاجاریه رو برداشتن و پهلوی رو حکومت کردن و بعد خود اینها هم کشته شدن به دست این آدم. خود اینها هم اغلبشون در مجلس، در زندان‌ها یا کشته شدن، حتی بعضیشون خودکشی کردن. جالبه رضا شاه گفته که پاشو بیا پیش من، میدونسته که میره بکشه، قبل از اینکه بره اونجا دارو خورده خودشو با مرگ به موش کشته. پس به نتیجه میرسیم که در واقع دیکتاتوری در طول صدها سال حکمران بوده در جغرافیای موسوم به ایران، چه در عهد قدیم هنوزم هست. جمهوری اسلامی هست، پهلوی دومم بود، قبل از اونم بود و فقط در ایران دیکتاتوریه. چرا؟ ببینید حالا اینجا اگر از من بپرسید چرا دیکتاتوریه، چرا دموکراسی نمیشه، چرا مشروطه از بین میره؟ برای اینکه یک، شیعه شعوبیه دیدگاهش مخالفت با اراده ملت. اونها میگن یه اراده بالا باید اراده به اعمال بکنه و اون اراده رو ما تشخیص میدیم. اون یا شاهه، چون باید شاه باشه. امام زمان وقتی بیا شما نمیتونید این رو انتخاب بکنید یا نکنید. دیدگاه ما در هزاران سال، دیدگاه این فارسا هزاران سال بر مبنای دیکتاتوری بوده. اگر سابقه تاریخی داشتن این بوده، سابقه تاریخی هم نداشتن این هست. و این دیدگاه اجازه نمیده شما دموکرات بشید، اراده ملت. ببینید ترک آذربایجان فرق داره. گفتم در جلسه قبلی آیت الله شریعت مداری رو گفتم خدمتتون، عرض کردم که با ولایت فقیه مخالفه، با دیکتاتوری مخالفه و بین عمامه و تاج هیچ تفاوتی قائل نیست. میگه هر دوتا کلاه برای ارعاب مردم. اما ببینید ما در دوره مرحوم شهید پیشوری انتخابات داشتیم. در روستای ما، من اهل یه روستام، خیلی هم دور، خیلی هم عقب مانده، در روستای ما زنها رأی دادن، در روستای ما زنها شورا داشتن. ببینید فرق میکنه اون فرهنگ ملی که شما دارید با فرهنگی که فارس ها، توده فارس داره فرق میکنه. شما مثلا عرب ها قبیله‌ای هستن، بلوچ ها قبیله‌ای هستن، کرد ها قبیله‌ای هستن، هنوزم هستن و کار خوبیه، خیلی خوبه، چون که از دلش دموکراسی میاد. آقا هر قبیله‌ای حزب خودش رو تشکیل میده، رهبر خودش میفرسته مجلس خودش، اونها میرن اونجا برای تامین منافع ملی قبیله خودش کار میکنه. ولی وقتی شما قبیله ندارید،
شما سیاسی نمیشید. آقای چیز نماینده کی هست؟ آقای پزشکیان نماینده کیه در آذربایجان؟ نماینده کدوم گشته؟ نماینده نانوا هست، نماینده پزشکا هست، نماینده مهندسا هست، نماینده نماینده مهاجرین. خیلی مهاجر اصلا نماینده کیه ایشون اولین کاری که انجام داد رفت مجلس پزشکا و داروسازها رو حقوقشون رو چند برابر کرد. در دوره ایشون بود که گفتن داروخونه ها علاوه بر سودی که از دارو میگیرن حق نسخه خانی میگیرن. برای آقا اخیراً نمیدونم شما این نسخه های جدید که الان داروخونه ها میدن اینها رو ببینید، نوشته دارو 40,000 تومان، 45,000 تومان حق دارو نویس، متخصص دارو پیچ. یعنی این آدم اومد گفت آقا پزشکایی که در مجلس هستن نگاه کنید، گفت این پزشکا اگه برن بیرون کار بکنن حقوقشون، یا بیمارستانایی کار میکنن اینا برن از بخش دولتی بیرون کار بکنن، روزی 1,000,000 تومان درآمدشونه. چرا اینها در مجلس حقوقشون کمه؟ ببینید این بحث این آدم این بود. نماینده جایی که از حقوق مردم، همه مردم دفاع کنه، میره از یک طبقه مخصوص متاسفانه. پس برای اینکه عرض کردم ببینید اون قبیله‌ای که شما دارید، بلوچ داره، کرد داره، نمایندش میره مجلس. وقتی که در عراق کردها رو میکشن، نماینده مجلس یا حتی در خود ایران مجلس چیز میکنن، اون پا میشه تو مجلس میگه آقا اینجوریه لبس. اما نماینده بلوچ، نماینده عرب، نماینده تبریز هیچ حرفی نمیزنه. این همه کشتار اعدام در احواز، نماینده عرب ها در مجلس حرف زده؟ آیا نماینده بلوچ در مجلس حرف زده؟ نماینده ترکا در مجلس حرف زده؟ نقطه مهمی اشاره کردید. از سال 2001 که در الاهواز 27 شهر از پور العظیم تا خلیج عرب آمدن جریان آب و کمبود آبونا. از اون روز تا امروز، تا این لحظه که بنده با جناب والی دارم صحبت میکنم، نماینده ها اصلا من ندیدم، نه تو تلویزیون، نه تو روزنامه ها، نه تو حتی رسانه های عمومی اصلا دیدیم. مردم آمدن بیرون، ده ها رو کشتن، نظام زندان کردن، ولی خبری از نماینده ها نیست. اصلا خبری از نماینده ها نیست. برای اینکه اونها نه نماینده شما هستن و نه دموکراتیک هستن و نه به قانون اعتقاد دارن. ببینید من افسوس میخورم که فارسا تونستن در آذربایجان این قوم و قبیله رو از بین ببرن. قوم و قبیله حزب، ببین در اروپا قوم و قبیله تبدیل شد به حزب. اگر سوئد 4 تا حزب داره، علتش اینه که اونجا 4 تا ملت داره، اومدن 4 تا حزب تشکیل دادن. اینها بر اساس منافع ملیشون، احزابشون اومدن در شهرها و اینا کار کردن. هر شهری هم وقتی در سوئیس، در سوئد، در کانادا، آقا نمایندگی، من مثلا اینجا یه شهری بگم براتون، تورنتو هست 6 میلیون جمعیت داره. یه شهری هست مثلا وینزور 100,000 نفر جمعیت داره. خب یا سارنیا 20,000 نفر جمعیت داره. نمایندش تو مجلس میگه که بهترین شهر کانادا وینزور با 20,000 جمعیته. ما این حق و حقوق رو داریم و میخوایم. اما آیا تبریز 5 میلیونی میتونه تو مجلس نمایندش بگه که آقا ما 5 میلیون تبریز آدم داریم ولی دریاچه‌مون خشک شده، شما حق ندارید سدها رو با اونجا 110 115 تا سد بسازید، 105 تاش الان فعال، 16 تا رود دائمی داره. آقای ابونزال، دریاچه ارومیه 16 تا رود دائمی داره، یعنی اول سال تا آخر سال آب میاد ازش و بیش از 40 تا رودخونه فصلی داره که وقتی بارون میاد برف آب میشه، آب ازش میاد. سر همه اینها، چه فصلی چه دائمی، 115 تا سد ساختن. الان 6 تاش در دست ساخته بشه 121 تا، 105 تاش الان دایره
اجازه، اما نماینده مجلس میگه که آقا از چیز آب بیارید، از عمان آب بیارید برای اینجا. ببینید مشکل ما برای اینکه بازار، ببینید بازار، اجازه بدید یه مثال بزنم اگه خواستید برنامه رو تموم بکنید، نخواستم ادامه بدید. در خدمتتون هستم. معلم ها اعتصاب میکنن، نماینده مجلس حرف نمیزنه چون معلم درد معلم رو اون نماینده نمیفهمه. زرگرها اعتراض میکنن تو بازارها اعتراض میکنن، اون نماینده حرف نمیزنه چون کارگر نیستش که حرف بزنه. کارگر کارخونه ها اعتصاب میکنن، اون حرف نمیزنه. بازنشسته ها اعتراض میکنن، اون حرف نمیزنه، برای اینکه بازنشسته نیست که بدونه با کمترین حقوق چطور میشه زندگی کرد. آقا من اخیراً یه مسئله متوجه شدم براتون عرض میکنم، حتی زنای که فمینیست هستن و حقوق زن دفاع میکنن هم متوجه نیستن. در ایران روزانه صدها خانم از شوهرشون طلاق میگیرن، روزانه صدها. در سال گذشته 128,000 زن از شوهرشون طلاق گرفتن، پیر و جوان. شوهرای اینا بیمه دارن، وقتی که با زنشه بیمه داره، وقتی هم که طلاق میگیره بیمهش هست. ولی اون زنی که به خاطر شوهرش بیمه نشده، چون بیمه شوهرشو داشته، الان که شوهرش رفته این خانم بیمه نداره، باید بره جدایی بکنه. یعنی چی؟ آقا اون نماینده زنی که مجلس هست اصلا متوجه نیست زنی که طلاق میگیره چه وضعی داره. حقوق بازنشستگی تعلق میگیره به مردهایی که کار کردن، به زنهایی که کار کردن و اگر همسرشون باهاشون باشه برای اونا تعلق میگیره، اگر دخترشون ازدواج نکرده باشه به اونم تعلق میگیره. اما اون زنی که از شوهرش جدا شده رفته دیگه به اندازه دختر اون، یا وقتی بمیره میرسه به زنش یا میرسه به دخترش، باز هم به اندازه اون زن بیمه نداره، یعنی بیمه نداره. ببینید در چه کشوری زندگی میکنیم. اون وقت نماینده میگه من نماینده ملتم. آقا تو کدوم طبقه رو میشناسی؟ تو میدونی که این مردم شب گوش نمیخوابن، گوش نمیخورن. آقا گوش کیلویی 500,000 تومان، گوشت کیلویی 500,000 تومان. و اون وقت شما بیاید بگید که یه بازنشسته 8 میلیون تومان حقوق میگیره، زنش خودش یا تنها خودش. این آدم در ماه نمیتونه 4 کیلو گوشت بخوره، نمیتونه مرغ بخوره، نمیتونه میوه بخوره، نمیتونه آب و برقشو بده، تلفنشو بده. البته اگه حقوق بهش بدن به وقت خودش، اگه حقوقشو بدن و اگر وقتش بدن. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ای کاش برگردیم مشروطه و شرط تحصیلات عالی رو حذف بکنیم، بیایم بگیم که آقا انتخابات صنفی هستش، هر صنفی از صنف خودش یک نماینده میفرسته مجلس، اصناف رو هم بشمریم، بگیم آقا ملا یه نماینده، مثلا الاهواز، شهر اهواز منظورمه، یا تبریز یه نماینده از ملا میفرسته، یه نماینده از بازار میفرسته، یه نماینده از خبازها میفرسته، یه نماینده از مکانیکا میفرسته، یه نماینده از نجارها میفرسته، یه نماینده از زنها، یه نماینده از بازنشسته ها، یه نماینده از معلم، یه نماینده از کارخونه ها، و اونم کارگر باید باشه. اون وقت این میره مجلس میگه آقا من این قانون رو نیاز دارم. ولی الان چی کردن؟ گفتن همه مهندس و دکتر. خب این مهندس و دکتر چه میفهمه که اونجا چی میگذره؟ یعنی واقعا به نتیجه میرسیم که نظام اشغالگر اهالی، البته در 100 سال اخیر نهایتا ملت ها اینطور دارن، یعنی ایدهشون این که آقا ما برگردیم به عقب بهتر از وضعیت حالیه. یعنی دموکراسی نیست، عدالت نیست، حقوق هیچ کدوم از طبقات یا ملل اجرا نمیشه، پس آقا ما برگردیم به عقب 100 سال به اون ور یا 200 سال به اون ور، بهتر از شرایطی که این ملت ها الان و این نظام خیلی بهتر بوده. شما در دوره ناصرالدین شاه وضع این ملل از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر حقوق فردی و ملی، از نظر حقوق زبانی، از نظر سطح زندگی فقیر بودن. ماشین هیچ کس نداشت،
اصلا کشور ماشین نداشت، ولی دستشون به دهنشون میرسید. آقا الان آگهی هایی که جوانان می نویسن، آقا من یه آگهی دیدم نوشته که من قلب خودم رو میفروشم، کلیه‌شو هیچ، چشمشو هیچ، حنجره، گفته من قلب خودم رو حاضرم بفروشم. زنگ زده یه نفر، نمیدونم از رادیو هست از کجا هست نمیدونم، زنگ زده به اون آدم میگه که آقا چرا قلبتو میفروشی؟ میگه آقا نیاز دارم. میگه چقدر میفروشی؟ میگه چقدر قیمت میذاری؟ میگه چرا میفروشی؟ میگه برای اینکه میخوام خودم هیچی، برای بچه‌هام یک زندگی بسازم و برم. و این پدر تو ایران فردا میخواد بره مجلس انتخاب بکنه این رو که دوباره وضعش بدتر بشه، دوباره اونها چپاول بکنن، دوباره اختلاس بشه، دوباره ها میلیاردها دلار از بچه های اونها بیان تو آمریکا و اروپا بخورن و تو قایق های چند میلیون دلاری. آقای ابونظار، تو کانادا بعضی قایق ها هستش 5 میلیون دلار قیمتش، قایقه، ولی به اندازه یه ساختمون 200 متر مساحت داره داخلش، برای زندگی 20 نفر کفایت میکنه در اونجا. اون وقت میره اونجا مشروبشو میخوره، مشروبهای گران قیمت. آقا حداکثر مشروبی که اینجا تو مغازه هایی که دولت کانادا گذاشته مشروب میفروشن حداکثرش $200، اکثریتش، حالا یکی دو تا هستش من دیدم $2000 هست، ولی اونها مشروب هایی میخورن که $15000 قیمتشه. یک شیشه 1 لیتری $15000. شما فکر کنید دختر بازی میکنه فقط برای اینکه یک روز لذت ببره، یک روز. اون وقت بچه ما در اونجا کلیه‌شو میفروشه، نون نداره بخوره، گوش نخورده عمرش، میره گدایی میکنه، میره خودفروشی میکنه. آقا علت این که دخترها میرن تو دبی، تو عراق، تو کردستان عراق، تو ترکیه، تو آذربایجان، تو اروپا خودشونو میفروشن، کارگر سکسی میکنن. آقا خودشو میفروشه، سکسشو میفروشه که پول در بیاره، زندگی بسازه برای خودش و بچه‌اش. این میخواد بره رای بده زندگیش چی بشه در ایران، که چی وضعش بدتر بشه، که چی که به پلیس اجازه بدن، به سپاه اجازه بدن بیاد مردم ما رو بکشه، مردم عرب رو بکشه. اون وقت اگر اون عرب، اون بلوچ به جان بیاد و بخواد 2 تا پاسدار رو بکشه، اسمشو تروریست بذارن، همه رو قتل عام بکنن. البته در همین مناسبت واقعا این نظام اشغالگر، این نظام در واقع خوناشام، ما به قول معروف با دلیل میگیم اتهام نیست، این واقعیته. الان ما در این همین 48 ساعت ما یه دختر شهر الحمیدیه جوان 19 ساله است، نمیدونن اصلا برای چی دستگیرش کردن. اطلاعات میگه آقا ظاهرا همینطوری که شنیدیم اخبار ایور و اوور گفتن که آقا این اتهام مشخصی نداره. پس خب اگه اتهام مشخصی نداره چرا الان 1 هفته بازداشته؟ و یکی دیگه از جوانای اهواز به اسم مالک موسوی که از روستاهای یا شهرک‌های حقیقتا کوچیک اهوازه سمت شوش یا سوس حکم اعدام صادر کردن. یعنی فرزندانی که برای نون، برای زندگی، برای مسائل فرهنگی یا عمومی دارن میگیرن، حکم اعدام صادر میکنن. کار نماینده ها چیه؟ آقای ابونظار هفته گذشته اومدن روستای قرقشلاق، یه روستا، خاکهاشو مصادره کردن، سرزمین اینها رو، سرزمین خاکهای مادریشون رو، زمینهای مادریشون رو مصادره کردن، دارن از دستشون میگیرن میدن به یه کارخونه دار که تو بیا اینجا کارخونه بزن. آقا مردم اومدن گفتن آقا ما زمینمون نمیخوایم به تو بدیم، ما نمیفروشیم، ما نمیخوایم تو روستای ما کارخونه بزنید. آقا این مردم اراده داره، میگه آقا من کارخونه نمیخوام، من اصلا نمیخوام تو برای من کارخونه بزنی و منو ببری اونجا کار بکنی. نگاه کنید، اومده پلیس 80 نفر روستایی رو گرفته برده و به مردا گفتن که
به زنا گفتن که ببخشید تو بازداشت به زنا گفتن که شما رو میدیم زنا رو این سربازا به شما تجاوز بکنن تا شما باشید دیگه نیاید بیرون، اعتراض نکنید. آقا دولت باید از مردم دفاع بکنه نه از کارخونه دار. 80 نفر رو دستگیر کردن. آقا در بین دستگیر شدگان زن 100 ساله هست، زن 100 ساله. الله اکبر، الله اکبر. و بردن اینها رو. حالا ما اعتراض کردیم، مردم اعتراض کردن، عوامل دولت دارن ما رو متهم میکنن که ما چرا این کارو میکنیم، نباید این کارو بکنیم. آقا افراطیگری میشه، رادیکالیسم میشه. آقا چی رادیکالیسمی؟ رادیکالیسم اینه دولت رادیکالیسم ایجاد کرده. ما باید اگر ما ارزه داشتیم، من آقا یه بی ارزم، من انصاف علی یه بی ارزم، اگه بی ارزه داشتیم سلاح برمی داشتیم، اون سربازها، اون درجه دارها، اون افسرهایی که اومدن اون روستا رو دارن مجازات میکنن، مردم رو ارادهشون رو از بین میبرن، اونها رو میکشیم. اما ما بی ارزه ها به جای اینکه از روستای خودمون، آقا نویسندگان ما رو در دو هفته گذشته 30 نویسنده ما رو دستگیر کردن، 30 نویسنده ما رو. و ما میگیم که یه عده میگن آقا خیلی بی ارزه ایم، آقای دور از جان شما، دور از حضور شما. من خودم رو میگم خیلی بی ارزه تشریف داریم. آقا آزادی مفت نیست، دموکراسی مفت نیست، دنیا مفتی به اینجا نرسیده. شما برای رسیدن به آزادی باید خون بدید. اگر خون ندید آزادی نمیتونید بسازید. دوستان میگن سری قبل بود فکر کنم با شما صحبت کردیم در مورد نه با یکی دیگه از دوستان صحبت میکردم تو کانال کلمه، گفتم آقا جنگ خیلی بده، خیلی بده، اما جنگ گاهی وقتا یه نعمته. تنها راه خروج از بنبسته، تنها راه آزادیه در مقابل قدرتی که فاشیسته حقوق شما رو از بین میبره. حتی آقا من نمیخوام زمینمو بفروشم، تموم شد. نماینده ها الان ما برمیگردیم در رابطه با اصلا خب کار نماینده ها چیه در این وسط؟ برای چی انتخاب میکنیم؟ برای چی کار نماینده در ایران برای اینه که اون روستایی رو مجبور بکنن زمینشو بفروشه، اون کارخونه دار هم رانتشو بخوره. اون نماینده آقا یه مثال براتون بزنم. تورنتو یه خیابونی داره خیلی مشهوره در دنیا، اسمش هستش یانگ استریت، خیابان یانگ. یه چهارراهی داره خیلی مشهوره، اسمش هست یانگ اند استیلز. استیلز یعنی آهن. این استیلز یه اونجا 4-5 تا برج ساختن، اسمش از برج چیچی ایرانیان. سازنده این برج یه پسر 24 ساله است که پدرش فرماندار یکی از شهرهای کوچک در آذربایجان غربیه. الله اکبر. برای ساختن این برج حداقل 2 میلیارد دلار هزینه شده و حداقل 5 میلیارد دلار درآمد داشته. و اون وقت این نماینده کجاست؟ آقا فرماندارش میخوره، نمایندهش میخوره، اینا بچه‌هاشون میرونن، خودشون همشون شهروندی کشورهای دیگر رو گرفتن، تمامی نماینده ها. فکر میکنید چرا ایران میرن سازمان ملل وقتی میان لشکری میان مثل گوسفند، یه گله گوسفند میاد سازمان ملل؟ مگه میفهمن؟ مگه اینا سیاست میفهمن؟ مگه اینها اقتصاد میفهمن؟ مگه اینا روابط بین الملل میفهمن؟ مگه حقوق بین الملل؟ نه آقا، اینا میان اینجا، بعد اون هیئت اصلی میمونه، اینا میرن دنبال سیتیزنشیپی. حالا دولت ها میگن آقا من نماینده مجلس فلان جام در مجلس ایران هستم، به من نماینده بدید، ویزا بدید و اقامت اینجا رو بدید، شهروندی اینجا رو بدید. تمامی اینها اگه از کانادا نتونه از آمریکا میگیره، اگه از آمریکا نتونه از انگلستان میگیره، اگه از انگلستان از آلمان میگیره، از آلمان نشد سوئد میگیره، از سوئد نشد از ژاپن میگیره، از ژاپن آقا اینا به فکر شما نیستن. این نماینده ها، اینا نماینده شما نیستن. نماینده زمانی آقا من دیروز یه ویدیو دیدم، اگه کاش اینو میتونستید نشون بدید. این معلول ها
بازنشستگان معلول، حالا تو کارخونه معلول شده و پیر، بازنشسته از پیره، رفته پلیس اومده جلوش نمیذاره این بگه آقا من حقوقم نمیرسه، من پولمو ندادن، دارم گشنگی میمیرم، من تو روی این فیلچر. گفت پلیس اومده میگه آقا منو بکش، تو رو خدا منو بکش، من از زندگی راحت بشم، من از خدام یکی منو بکشه من راحت بشم. این معذرت میخوام در رابطه با همین موضوع واقعا یعنی ما برمیگردیم به موضوع این که نماینده ها واقعا شریک جرم این دیکتاتوری هست. وقتی میان و به عقل 10 میلیون بخندن و یک روی سفیدی از این نظام میدن، واقعا که شریک جرم این حکومت هست. البته ما امروز وقت آقای هدایت خیلی گرفتیم، در حد 2 ساعت آقا، ما خیلی به شما زحمت دادیم امروز. یک جمله هم بگم اگه خواستید برنامه رو تموم بکنید. اکیداً جناب علی هر وقت من در خدمتتون هستم، ولی من نمیخوام شما زحمت بکشید. زنده باشید. پس نه من وقتم آزاده، ولی یک جمله بگم اگه خواستید تموم بکنید. پیغامتون بفرستید برای ملتم. بفرمایید. زنده باشید. ببینید جناب ابو نظام، یه روزی این مملکت تغییر خواهد کرد، حکومت تغییر خواهد کرد. این مردم متاسفانه انتقام خواهند گرفت، کشتار خواهد شد و زنها و بچه های این نمایندگان، این فرمانداران، این بخشداران، این مدیران کل، این بعضی از کارمندان، بعضی از پاسداران، بعضی از این پلیس ها، مردم اینا رو میشناسن، عکساشون دیگه دارن توضیح میکنن. آقا اینها کشتار خواهند شد و اگر من بمونم، اگر من تا اون روز عمر داشته باشم، اگر تو این مملکت دادگاه تشکیل میدم و تمامی این نمایندگان رو، این مدیران رو، این پلیس هایی که در جنایت ها دستور دادن و اجرا کردن، چون قانون اساسی یک چیز داره. من سرباز بودم، فرمانده من پلیس، بحثمون شد تو نزدیک کرج، اون چیز تو پلیس بودم، بحثمون شد، گفتم که آقا اگر خامنه‌ای به شما دستور بده رهبر نماز جمعه رو به گلوله ببند، به رگبار ببند، میزنی؟ گفت بله. گفتم برای چی؟ گفت دستور فرمانده. گفتم قانون اساسی به شما میگه که شما اگر دستورش خلاف قانون اساسی و دین باشه و علیه مردم باشه شما حق نداری شلیک بکنید. گفت جدی؟ گفتم آره، قانون اساسی رو آوردم. گفتم آقا قانون اساسی اینو میگه. قانون اساسی میگه که یک، الان مادهش یادم نیست بهتون بگم، ولی میگه که نیروهای مسلح نمیتونن به مردم شلیک بکنن و مردم حق راهپیمایی بدون سلاح دارن. یعنی آقا شما این پلیس جلوی مردم وای آقا من خیلی موندم یه چیزی هم بگم. آقا این سربازهایی که تو پلیس هستن، تو بسیج هستن، تو سپاه هستن، چرا اینها کاسه داغ‌تر از فرماندهان سپاهی میشن، فرماندهان درجه‌دار میشن که حقوق میگیره؟ آقا اون حقوق میگیره، تو که سربازی، تو که حقوق نمیگیری، تو چرا بیشتر از این فرمانده به مردم شلیک میکنی، میزنی؟ ما در نهایت متاسفانه ما نمونه های زیادی داریم. جناب عالی اشاره کردید، متاسفانه بعضیا که با حقوق کار میکنن و حمالی میکشن، بعضیا بدون هیچ حقوقی دارن حمالی میکشن و این مشکله که متاسفانه ما الان با تجربه و الان فرزندان اهواز از طریق اینستاگرام و از طریق تیک توک و کلی فرزندان دارن مشاهده میکنن و صحبت‌های جناب علی رو میشنون. در واقع مشکل اینجاست که نظام، ما یادم هست شمخانی در 2 دوره قبل خودشو کاندید کرد آقای هدایت در اهواز، 2% رأی بیشتر می آورد. وقتی در اهواز پایتخت بود و در منطقه الثورا یا همون به قول خودشون شرینگاباد سابق رفت و بود، با گوجه خراب زدن تو شیشه‌های ماشینش. ولی خیلی از نماینده همینطوری، ولی نظام همینطور که جناب عالی در بعد به صحبتون کردید به اونها تأییدیه میدن
اونها رو به مجلس میبرن. ما 2 سال همین دوره آخر در الاهواز 13 تا نماینده شهر همشون عرب در اومدن. فکر کنم اون حد نصاب که برای تأیید باشه همشون عرب بودن. استانداری و نماینده های دولت اشغالگر در الاهواز گفتن آقا نمیشه همه نماینده ها عرب باشن در شهر. ببینید و والا هست، اینو دارن میشنون. خواهشانم اگه غیر از این باشه برام بنویسن. ما قبول نمی کنیم نماینده ها اکثریت عرب باشن، حد نصاب که باید 13 نفر باشه همه عرب آوردن، باید نه، باید از غیر عرب باید بذاریم تو این شورا. به اضافه الان همین الان شهردار اهواز پایتخت 2 سال پیش آوردن از اصفهان. زن و بچهش در اصفهان هستن، اونجا درس میخونن، اونجا زندگی میکنن. خودش هم از اصفهان با هواپیما میارن اهواز، کارهای ساعتیش از اهواز که کارش تموم شد برمیگرده اصفهان. الان 2-3 هفته در شورای شهرداری اهواز انقلاب شده. همه اعضا و نماینده های مردمی دارن بهش میگن آقا اهواز به ویرانه کشیده شده، اموالی که برای شهر اهواز تأمین شده نیست، اتوبان خرابه، اون قطار چی بهش میگم داخل شهری، راه آهن تو شهری، مترو کارش متوقف شده و الی آخری زباله خیابانا رو پر کرده. آقا شما به درد این کار نمیخورید چون اینجا ساکن نیستید. میگه آقا من نمیرم بیرون. نگاه کنید، یعنی این نماینده ها بس مردم که ادعا میکنن که مسئول شهردار هستن، مسئول استاندار هستن، مسئول کلیه ادارات اجرایی هستن، در شهرها چیکار میکنن؟ در واقع این انتخابات انتصابی به هیچ عنوان انتخابات آزاد نیست. ما در نهایت در حد 5 دقیقه هدایت برای ملت هامون پیغامی داشته باشید در رابطه با همین مسئله، ازتون تشکر میکنم که دیدار امروزمون رو به پایان برسونیم. بفرمایید. متشکرم عزیز جان. من از مردم میخوام برن شرکت بکنن، رأی بدن، برای اینکه حقشون از بین بره، برای اینکه تورم بیشتر بشه، برای اینکه اموالشون رو بدزدن، برای اینکه بچه‌هاشون رو تو خیابون‌ها بکشن، برای اینکه زن‌هاشون رو بدبخت بکنن، برای اینکه دخترها بیشتر برن فاحشگی بکنن، برای اینکه پسرها بیشتر از وطنشون فرار بکنن، برای اینکه باسوادها از وطن فرار بکنن، برای اینکه پولها رو از وطن بردارن ببرن، برای اینکه دریاچه هاشون خوش بشه، برای اینکه هورهاشون خوش بشه، برای اینکه بیکار و بینان بمونن، برای اینکه صنعت کشاورزی رو خراب بکنن در استانهای ما، ببرن تو اصفهان و شیراز و یزد و کاشان و سمنان. آقا رأی بدید برای اینکه بدبخت بشید. دستتون درد نکنه. بله، پیغام آقای هدایت اکیداً شنیدید و منظور اینها شرکت ماها، شرکت فرزندانمون، شرکت کردن در این انتخابات در واقع تأیید هر کاری که این نظام اشغالگر میکنه داریم تأیید میکنیم. مریض میزنیم. بله بله بله. گشنگی، مهاجرت. آقای ابونضال، فردا یه جنگ رو خواهد داد. ایران در آستانه یک جنگه. ایران در آستانه یک جنگه. احتمالاً دیشب که این عراق رو موشک باران کرده، احتمالاً یک پیامدهایی خواهد داشت. آقا بچه های شما خواهند برد. مردم، جنگ بچه های شما رو، خود شما رو، زنتون رو، بچه‌تون رو، دخترتون رو، نوه‌تون رو، نتیجه‌تون رو خواهد کشت و این مسئولش همین نماینده ها، همین رژیم، همین فارسا هستن. بله، نه، بله، واقعا شرکت در انتخابات یعنی ادامه ظلم، ادامه بدبختی، ادامه گشنگی، ادامه خودفروختگی و استمرار، مهمتر از هست اگه اجازه بده آقای هدایت، استمرار و بقای اشغالگر. تا ما
حتی اگه به دروغ، حتی اینکه ما قانع نیستیم و من میدونم که اکثر فرزندان ملل قانع به این انتخابات نیستند، ولی بعضیا میرن امضا میکنن، در واقع با خودمون داریم ظلم میکنیم، با خودمون داریم ظلم میکنیم. و این نماینده ها من با اسم اگه میخوام بدونم و اکثر اونها را از حتی خانوادگی میشناسم، کجان. با امید دیدار تا هفته آینده انشاءالله، یا تا دیدار بعدی. ما که همیشه مزاحم آقای هدایت هستیم در موضوع مرتبط با همین وضعیت. و اگه اجازه بدید من 2 دقیقه عربی صحبت کنم به دوستان و همراهان. تحياتي. أنا أعتذر طبعا وأشكر أستاذ انصاف علي هداية، وهو من أساتذتنا حقيقة وأخوتنا، وهو عالم ومحقق في قضايا الشعوب في عموم جغرافية ما تسمى إيران والعالم حقيقة، وله كثير من المشاركات عبر التلفزيونات، عبر حتى الجامعات، وهذا الذي حقيقة ما نتمكن أن نقوله للأستاذ هداية. شكرا لك. ونوصي أبناء شعبنا أنه يا جماعة الخير، على طول 100 عام حد الأقل في عموم جغرافية ما تسمى إيران والأحواز، كل مشاركاتنا بالانتخابات كانت بضررنا. در طول این 100 سال هر مشارکت در انتخابات به همه نوعش نهایتاً به ضرر ما تموم شد، به ضرر این ملت ها تموم شد. مهمتر از همه به نظام اشغالگر تایید میدیم که آقا شما بمون، این نماینده که ما برات فرستادیم این تو رو تایید میکنه، کارهای غیر انسانی تو تایید میکنه. شكرا لك استاذ هداية، وشكرا لكل المتابعين، ونعتذر، وان شاء الله لقاء اخر وموضوع اخر. واوصي الشباب انه الظاهر اكو حمله مسانده المحتقله ايات عبيات في مدينه الحميديه. شدوا حيلكم، النصره ان شاء الله لشعوبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا. آقا بسیار عالی، روزتون بخیر.